سنی مذهب هستند. ترکمن‌های افغانستان. ترکمن‌های افغانستان دومین جامعه ترک‌تبار و گروهی از ترک‌های اوغوز هستند که بیشتر در شمال غربی و در جنوب افغانستان حیات به سر می‌برند. به طور دقیق در 11 ولایت و 44 ولسوالی زندگی می‌کنند. ترکمن‌ها مسلمان و پیرو مذهب سنی حنفی هستند. این ملیت با وجودی که امپراتوری‌های بیشماری را گذراندند، ولی عمدتاً تا اوایل قرن 20 کوچ‌نشین در آسیای مرکزی بودند. پس از آن به مرور زمان دهنشین و شهرنشین شدند. آنهایی که در افغانستان زندگی می‌کنند تا هنوز فرهنگ و زبان اصیل خود را حفظ کردند. ترکمن‌های کنونی افغانستان از عهد قدیم در صحراهای وسیع بخش سفلای رود سیحون و بین بحیره آرالتور عائله‌ای و قبیله‌ای زندگی داشتند. این ملیت زمانی کشوری را به نام مرو داشتند که وسعت بیشتر از ترکمنستان امروزی داشت. اکثریت ترکمن‌ها در نواحی شهرهای کابل، میمنه، شبرغان، سرپل، قندوز، مزار شریف، سمنگان، هلمند، هرات، بادغیس، تخار و بغلان از مدت زیادی به این سو زندگی می‌کنند. بخش قابل توجهی از ترکمن‌هایی که از قرن 19 در افغانستان زندگی می‌کردند پس از ترسیم مرز افغانستان و روسیه در سال 1887 به ترکمنستان امروزی نقل مکان کردند. ولی برخی از ترکمن‌های باقی مانده در افغانستان ساکنان همیشگی این کشور شدند و به کسب و کار، تجارت، زراعت و مالداری پرداختند. فرش ترکمن و چرم قراقل که از مهمترین کالاهای صادراتی کشور است توسط ترکمن‌ها تولید می شود.